بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام و آنانی که صدای ما را میشنوید. الحمدلله ما شما را البته در این روز مبارک انشاءالله خانه خدا که سزاوار شدیم البته انشاءالله و شما دعاگو هستیم که پروردگارا همه تمام مسلمانانی اهل دنیا و این جای مبارک از قیادت خانه خودش الله سبحانه و تعالی سزاوار بگرداند. الله سبحانه و تعالی در این دمهای اجابت دعاگو هستیم که انشاءالله الله سبحانه و تعالی یعنی برای هر یک انسان آمده کار بیماران شفای کامل قدردارا را الله سبحانه و تعالی نجات به فرزند اهل اسلام فرزندهای صالح و صالح از خزائن غیب خودش کرامت نماید. بی بخت اهل اسلام خدا آنها خود بختاش نکشاده بگردان پروردگارا. هزاران اهل اسلام خدا آنها خود نجات و آنانی که صدای ما را میشنوند پروردگارا چی مقصدش آرزوها دارند دینی است و خودنوی با فضل و کرامت برآورده خیریت و پروردگارا. همه اون شاگردانی که در راه علم هستند پروردگار علم های لدونی الهام غیب عالمان و قاریان را عمل بگردان. آن برادری که در سفر هستند خدا آنها سفرهای باقرار صحت بودی سلامت با قصه های خوب با روحهای سرخ نزد خاندان نزد وطن نزد برگشت و الله نصیب سوداگر را در سوداش هنرمندان را در هنرش کاسب را در کسب خودش در تمام دنیا تیمی آسایشتگی را خدا برقرار بدارد. پروردگار همه مسلمانان اهل اسلام یعنی عیناً ازبکستان زمین عیناً هوشیار زمین یعنی سرخ زمین به اینجا انشاءالله خدا خواهد آمدن زیارت کردن مناسب گردن. اللهم صل علی محمد و علی محمد و بارک و سلم علیه.